اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 4 درس گرفتیم و حالا باشد درس 5 را به سمع شما خواهیم رسانید. صاحب کتاب میگوید که الدرس الخامس، یعنی درس 5. در این درس 5 چند کلمه های نو برای حفظ و از یاد کردن ما و شما تقدیم میکند. میگوید که کتابون، کتابون به زبان تاجیکی ما و شما همچنین کتاب می شود. جمع کتاب یعنی کتاب مفرد است، جمعش می شود کتبون، یعنی کتابها. این کلمه کتابها، کتب، این رو در زبان عربی جمعی تکسیرش می گویند، جمعی تکسیر. بعد از این می گوید دفترون. دفترون دفتر، با تاجیکی ما و شما همچنین دفتر میگوییم. جمعش میشود دفاتیرو. دفاتیرو یعنی دفترها. این دفاتر همچنین جمعی تکسیر است که مفردش شکسته است، حرف زیادی در این داخل شده است. دفاتیرو یکم که جمع تکسیر است، دوم غیر منصرف است، یعنی تنوین آخرش قبول نمی کند. از این حساب است که میگوید دفاتیرو، دفاتیرون غلط می شود، خطا می شود. این کلمه دفاتیرو تنوین آخرش قبول نمی کند. بعد از این کلمه دیگر میارد، میگوید که محفظتون. محفظتون یعنی سنکه، چیزی که در داخلش کتاب ها یا داکیومنت ها و ورق ها مانده می شود، سنکه، همون را میگوید محفظتون. محفظتون مفرد است، جمعش می شود محافظو. محافظو یعنی سنکه ها. پس محافظو اولا که جمع تکسیر است، جمع تکسیر است که در اینجا یک الف زیادی در آمده است در محفظتون، یکم. و دوم که این غیر منصرف است، یعنی آخرش تنوین قبول نمی کند. چطوری که دیده است میگوید که محافظو، محافظون غلط می شود. بعد از این میگه که قلمون. قلمون قلم، با توش که ما شما قلمش میگوییم، این مفرد است، جمعش می شود اقلامون، یعنی قلمها. اقلامون می شود قلمها. پس اقلام جمع است، جمعی تکسیر است، یعنی در زبان عربی جمع همگی 3 نمود می شود: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر. پس این اقلامون جمع تکسیر است. بعد از این میگه که ما. ما این را در زبان عربی ما استفهامیه برای غیر عاقلش میگویند. ما الاستفهامیه لغیر العاقلی، یعنی ما استفهامی است و برای غیر عاقل استفاده برده می شود. درس گذشته ما شما من را خونده بودیم. من استفهامیه بود به مثل همین. این هم استفهامیه است، اون من هم استفهامیه است. فقط فرقیت چون همین است که اون من برای عاقل است، این ما برای غیر عاقل است. در تاجیکی ما را ترجمه چیست میکنیم، چیست. اما من درس گذشته گفته بودیم ترجمهش میشید کیست، یعنی کی است. بعد از این میگوید ما هذا، یعنی چیست این. در اینجا کیست نمیگوییم، زیرا که ما برای غیر عاقل است. ما هذا کیست، ما هذا چیست این. بعد از این میگوید لمن، یعنی از کی است. من کی، لمن از کی است، یا میتونه بگه مال کی است، یا صاحبش کی است، زیرا که لی لام دلالت به ملک میکند، یعنی صاحبی همون چیز را پرسیدن. میگه للمعلمی. للمعلمی
یعنی از معلم هست، یا میتونه بگه مال معلم هست. لی از، این لام لیه که میبینید این لی حرف جر هست. ببینید که آخری معلم رو کسره کرد. اصلا میگفته معلمون، در اولش لی که داخل شد للمعلمی، للمعلمی. برای چه آخرش کسره گرفت؟ به خاطر اینکه در اولش لی حرف جر داخل شد. پس این هست کلمه های جمعی، اسم کلمه های جدیدی، کلمه های نوی درس پنجم. اکنون میگذاریم به حوار. صاحب کتاب در حوار چنین بیان میکند، میگوید که این حوار درس پنجم است. میگوید که ما هذا، یعنی چیست این. ببینید نمیگیم کیست، زیرا گفتیم ما برای غیر عاقل است. پس میگیم چیست این. در جواب میگوید هذا کتاب، این کتاب است. هذا کتاب یعنی که این کتاب است. میتونه در جواب بگید که کتابون، هذا را حذف هم بکنید جایز است. میتونه بگید که کتابون، این هذا را حذف کنید، یعنی ممکن است این طریق هم خواندن. بعد از این میگوید که ما هذه، چی هست این، چیست این. در جواب میگوید هذه محفظتون، یعنی این سنکه است، این سنکه است. ببینید محفظتون آخرش ت علامت زنانه که داشت، ژنسکوی راد که بود، هذه را اسم اشاره مؤنث آورد. اما در اول کتاب که علامت تانیث ندارد، علامت ژنسکوی راد ندارد، در اینجا چی گفت؟ هذا گفت، اسم اشاره مذکر را آورد. بعد از این میگوید که هذا دفترون، این دفتر است. هذا دفترون، این دفتر است. پس میگوید هذه دفاتر، این دفترها است. یادتون باشه در درس گذشته ما میگفتیم که هذه اسم اشاره است للمؤنثی و جمع غیر عاقل. جمع غیر عاقلش اکنون همین است. دفاتر جمع است، یعنی دفترها. پس ما هذه را استفاده میبریم در جمع غیر عاقل. نمیگیم که هؤلاء دفاتر، یعنی اینها دفترها هستند، نه، میگیم هذه دفاتر، یعنی این دفتر هست، دفترها است. دقت دادید؟ دفاتر رو گفتیم آخرش تنوین قبول نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف هست. بعد از این میگوید که هذا الکتاب کبیر، یعنی که این کتاب کلان است. کبیر کلان، هذا الکتاب کبیر، این کتاب کلان است. برای چی هذا را استفاده برده؟ برای الکتابو اولا که جمع نیست، دوم که علامت تانیث ندارد، یعنی علامت ژنسکوی راد ندارد، علامت زنانگی ندارد. برای خاطر هذا را استفاده برده. اکنون این نشه دقت بدید، هذه الکتب کبیرتون. در اینجا میگوید این کتاب ها کلان هستند. هذه، برای چه هذه مفرد مؤنث استفاده برد؟ برای الکتب جمع غیر عاقل است. جمع غیر عاقل که است، برای خاطر میگوید هذه الکتب کبیرتون. کبیرتون همچنین مؤنث استفاده برد. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که هذه الکتب مبتدای ما مؤنث که بود یا جمع غیر عاقل که بود، از این حساب خبر ما باید مؤنث شود، کبیرتون. هذه الکتب کبیرتون، یعنی این کتاب ها کلان هستند. بعد از این میگوید هذا الدفتر صغیر، این دفتر خرد است، یعنی این دفتر میده هست. هذا الدفتر، برای چی هذا را استفاده برد؟ برای الدفتر علامت مؤنث ندارد، از این حساب میگوید هذا الدفتر صغیر، این دفتر خرد است. بعد از این میگوید هذه الدفاتر صغیرتون، یعنی این دفترها خرد هستند. دفاتر جمع غیر عاقل که بود،
برای هم خاطر هذه را استفاده برد. این هذه الدفاتر، این دفترها صغیرتون خرد است، میده هست. بعد از این میگوید هذا القلم طویل، این قلم دراز است، طولانی است. طویل دراز. هذا القلم طویل، این قلم دراز است. ببینید القلمو علامتی مؤنث ندارد، برای هم خاطر هذا را استفاده برد. بعد از این میگوید هذه الاقلام طویلتون، یعنی این قلم ها دراز هستند. این قلم ها دراز هستند. الاقلامو جمع غیر عاقل که بود، برای هم خاطر هذه را استفاده برد. گفت هذه الاقلام طویلتون، این قلم ها دراز هستند. در دوامش میگوید که لمن هذا الکتاب، یعنی از کی است این کتاب. لمن از کی است، هذا الکتاب این کتاب. در جواب میگوید که للمعلمی، یعنی از معلم هست. معلمی برای چی آخرش کسره شد؟ گفتیم که در اولش لی حرف جر آمد، بعد هم خاطر للمعلمی شد. و للمعلمی این خبری مبتدای محذوف است. اصل کلام این طور است که هذا الکتاب للمعلمی، یعنی این کتاب از معلم است. جایز است که ما بگوییم للمعلمی در جواب لمن هذا الکتاب. یک کس ما را سوال کند که از کی است این کتاب، درست است، جایز است بگوییم که للمعلمی، چطوری که صاحب کتاب نوشته است، یعنی از معلم است. و همچنین جایز است که یک کس ما را بگوید لمن هذا الکتاب، ما در جواب بگوییم هذا الکتاب للمعلمی، این کتاب از معلم است. در هر دو صورت للمعلمی جار و مجرور متعلق به کائنون میگویند، این خبر میشود. اگر که هذا الکتاب للمعلمی بگیم، هذا مبتدا، الکتاب بدل، للمعلمی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. اگر للمعلمی خالی بگوییم، پس در این صورت جار و مجرور متعلق به کائنون خبری مبتدای محذوفش میگوییم. خب در دوام عباره میگوید لمن هذا الدفتر، یعنی از کی است این دفتر، یا مال کی است این دفتر، از آن کی است این دفتر. در جواب میگوید که للتلمیذی، از شاگرد است، از شاگرد است. در این جمع به مثل للمعلمی هست. می شود بگیم که هذا دفتر للتلمیذی، یعنی این دفتر از شاگرد است. یا کسی ما را سوال کند لمن هذا دفتر، در جواب بگوییم که للتلمیذی، جایز است هر دوش. فقط للتلمیذی بگیم اگر جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدای محذوفش میگیم. اما هذا دفتر للتلمیذی بگیم، در صورت هذا مبتدا، الدفتر بدل، للتلمیذی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدا می شود. در این صورت للتلمیذی آخرش ببینید کسره گرفت. برای چی؟ به خاطر در اولش لی حرف جاره آمد. لی حرف جاره است که آخری کلمه، آخری اسم مجرور میکند، مکسور میکند، مجرور. خب بعد از این میگوید لمن هذه المحفظه، از کی است این سونکه. ببینید از کی است این سونکه، این سوال کرده است. یا مال کی است این سونکه. لمن هذه المحفظه، محفظه مؤنث کی بود، از این حساب هذه گفت. لمن هذه المحفظه، از کی است این سونکه. پس در تحلیلش میگوید که لمن، لی حرف جار، من اسم مجرور، جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، هذه مبتدا مؤخر، المحفظه بدل مبتدا، بدل از هذه. دقت دادید اینطور تحلیل کرده می شود این عباره. للتلمیذتی، میگوید للتلمیذتی یعنی از شاگرد دختر هست. للتلمیذتی از شاگرد دختر است. این هم به مثل گذشته جایز است که شما بگویید که هذه المحفظه للتلمیذتی،
یا در جواب سوال لمن هذه المحفظه ممکن است شما بگویید که للتلمیذتی. هر دوشم جایز و ممکن است و این را بیان کردیم که اعراب و تحلیل هایشون چطور می شود. پس شما خودتان دیگر این را بیان بکنید. این بود درس 5 ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان می رسانم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.